اطاعت پرزیدنت حاضره برای مردم واجب است یا نه؟ این بحث این سوال در جامعه هست، باید که علما به این نظر بدهند. من اگر نظرم بدم نظر شخصی خودم رو میگم و نظر من بیشتر سیاسی است نه دینی. اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی هست. اگر سطر عورت فرد نداند وای کافر است. اکثر علمایی که به این نظر هستند دلیلشون یک آیه کریمه است که از سجد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. همین رو دلیل میکنن که اطاعت کنید از خدا و از رسول و از اولی الامری که از شما هست. و علمای دیگر میگن که اطاعت از اولی الامر با اون شرط واجب است که اولش باید اولی الامر باشد. اولی الامر معنی چی است؟ معنی پرزیدنت و رئیس و مدیر. حالا اولی الامر نیست. اولی الامر خودش شرط ها دارد. بعد اونجا کلمه منکم هست، علیکم نیست. اگر در آیات میگفت که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر علیکم، هر کی را که بالای شما اولی الامر ماندند شما باید اطاعت کنید. ولی اونجا گفت که منکم یعنی از شما باشد، از بدنه شما باشد، از گروه شما باشد، از فکر و عقیده شما باشد، از جهان بینی و از داخل شما باشد. اگر یک کس اولی الامر من موندن، مثلا چینگیز آوردن موندن یا گیتلر را اولی الامر موندن بالای من، یا یک فردا اگر خدای نکرده باز یک اجنبی دیگر رو تاجیکستان را غصب کرد و اعلان کردن که رهبر گنرال گوبرناتور تاجیکستان فلان نویچ مثلا یا میستر تاکویتا مثال بگیریم و ابو جهل یا هر کسی دیگر، اگر اون برادرانی که از این منطق کار میگیرن باید ما اطاعتش کنیم، چون اولی الامر شد دیگر، اون آمد بالای سرت. ولی وقتی که اولی الامر از منکم باشد، از شما باشد، باید اون کسی باشد که در راه شما است، در فکر شما است. و شرط دیگری اساسی چی هست؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. یعنی به شرطی که این اولی الامر در اطاعت خدا و رسول باشد. چرا در همین آیه کریمه کلمه اطیعوا دو بار تکرار شده، سه بار نه؟ یعنی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول نگفت است که اطیعوا از اولی الامر، یعنی اطاعت از خدا و از رسول این اطاعت است دیگر بدون بیچون چرا. ولی اینجا اطیعوا نآمده است دیگر، این مربوط است به اطاعت اون دو نفر دیگر، دو قسمت اولی آیه است. شما تمام دخترها را فهمانین، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان را نمیدونن چیکار میکنن. فرمان جناب اولیه که سطر حجاب در تاجیکستان ممکن نیست. سطر حجاب در ما ممکن نیست. در تاجیکستان ممکن نیست. اپارات پرزیدنت با ما گفته است که سطر حجاب ممکن نیست. این رو بعد خواهش میکنم علما، من دعوای اینجا تفسیر و مفسر و علم دینی ندارم، من فقط شرح داده شدم، نظر شخصی خودم میگم، ولی علما باید که مسئله رو بیشتر شرح بدین. اگر سطر عورت فرد نداند وای کافر است، نمازش فایده ندارد خواندن. اگر گوید که همین پوشاندن سر چیز ضرورت است، بگردم که گوید وای کافر است، زیرا که یک نص قطعی را، یک فرض الهی را انکار کرد، بنابراین نمازش فایدهش ندارد. اطاعت پرزیدنت حاضره برای مردم واجب است یا نه؟ این بحث این سوال در جامعه هست، باید که علما به این نظر بدهند. من اگر نظرم بدم نظر شخصی خودم رو میگم و نظر من بیشتر سیاسی است نه دینی. کدام عالم اسلامی که قرآن میداند، شریعت میداند، فرق بین قانون اسلامی و قانون دنیوی را میداند، کدام عالمی که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان میداند و قانون جمهوری تاجیکستان درباره سندهای حقوقی معیاری رو میداند، هیچگاه این حرف نمیگه و به این باور ندارد. ولی کسی که نه قرآن میداند، نه نظام اسلامی رو میداند، نه تشخیص درست داده میتواند بین نظام اسلامی و نظام دینی و جمهوری، فرقیت بین شاخه‌های حاکمیت نمیداند، این یک افسانه برای عامیان و برای
عوام و مردم هست که بعد دیگر زور که آمد از همین استفاده میبرن.